ما عرض ادب خدمت شما همکاران عزیز و محترم. در خدمت شما هستیم با آیسی شبکه که آیسی شبکه چه مدل هایی داره و چه کاری انجام میده. خب ما اولین آیسی شبکه‌ای که بررسی میکنیم آیسی هست که روی بورد قابل مشاهده است. یعنی روی بورد شما میتونید آیسی شبکه‌تون رو 100% ببینید. این سری آیسی شبکه‌ها سریای BGA هستن که این گوشه هاشون پایه دارن و دیتا شیت پیدا کردنشون هم با سرچ زدن روی کد رویشون راحت میشه پیدا کرد. در آیسی شبکه ها اگر شما آیسی شبکه‌تون سوخت به هر دلیلی آف شد، شما اگر دیتای اونو در بیارین، نوشته های روی اونو قابل رویت باشه، با مطابقت کردن با بوردهای اوراقتون راحت میتونید اینو پیدا کنید. پس مسئله این دوستان در جریان باشین که راحت میتونید اینو با هم مدل خودش و سریال خودش یه عدد حدودای متفاوت‌تر میشه با هم جابجا کرد. خب ببینید تغذیه این آیسی با ولتاژ 5 ولت هست. یعنی پاور این دستگاه، پاور این قطعه شبکه ولتاژ 5 ولت هست. به هر دلیلی ولتاژ 5 ولت هم از 5 ولت پس پاورش. در سری دستگاه PoE دوستان شما با 48 ولت سر کار دارین. یعنی وارد قطعات شما و بورد شما 48 ولت میشه. خب این آیسی شبکه کلا داستان شما تعریف کنیم. ببینید روی پورت شبکتون داخل دست روی سخت افزار دستگاه، روی پورت شبکتون روی سخت افزار دستگاه داخل اون پورت رو نگاه کنید، یه چراغ زرد دارین یا نارنجی دارین، اینجا هم حتما دیگه سبز دارین. سبز و نارنجی اینها چه مواردی هستن؟ من توضیح میدم کامل واسهتون. اینجا بیارم. خب الان خوب شده. سبز شما و همون حالا زرد شما، یه سریک یه دونش که اون زردش میشه پاورش هست، و سبز شما هم که دیتای شما هست. پس این علت ماجرا هست. زمانی که پاور قطع باشه خب چراغ زرد خاموشه، زمانی که سبز خاموش باشه چراغ دیتا خاموشه. اینها معمولا زمانی که زرد شما خاموش باشه شما یعنی ولتاژ نداری، پس اون 5 ولتت قطعه دوست عزیز. خب شما 5 ولت وصل شما سبز رو نداری دوست عزیز، شما آیسی نتت مورد داره. آیسی نتت رو برو چک کن. پس یه ایبیابی راحت واسه قسمت شبکه همین قسمته. خب ما گفتیم دیتا داریم، یه چیزایی اینجا گفتیم بهتون، گفتیم دیتا داریم. ما کجا دیتا داریم؟ دقیقاً روی همون پورت ها یه پورت دیتا میاد که میشه TX مثبت ما و پایه برگشت دیتا، یعنی دیتا همون جور که میره از داخل CPU مجدد برمیگرده میاد داخل CPU و دوباره برمیگرده به آیسی شبکه و شبکه ما باید یه خروجی دیتا هم داشته باشه. خب اون خروجی دیتای شما میشه RX و TX و RX. RX شما هم همون میشه خروجی ورودی چی؟ خروجی ورودی چی؟ اطلاعات و داده. RX من میشه برگشتی من، خب مثبت. ورودی من که میشه TX من که اونم میشه منفی. اینا هر کدوم یه قسمت منفی هم با خودشون همراه دارن، که اونها میشه مثلا
RX مثبت میشه اون و اون میشه RX منفی. اینا زیاد ارتباطی با این موردها ندارن. کابل شبکه رو اگه بررسی کنید شما آبی دارین، سبز دارین، سفید سبز دارین، سفیدی دارین. اینها هم داخل دستگاه DVR داخل آیسی نتش همچین مشکلی هست و موردهایی هست. 5 ولتتون معمولا اینجا قطع شد، بدونید که آقا آیسی نتتون خرابه و این توضیحات کلی که در مورد آیسی نت دوستان تعمیرات مداربسته، من اینجا می نویسم تعمیرات مداربسته چیز شوخی و بچه بازی نیست که همه کس بتونن اون آموزش بدن و شواهد نشون میده که بنده در این راسته واقعا نخبه هستم و دارم به شدت روی این موارد تعمیرات و جزئیات الکترونیک دارم سخت‌کوشی میکنم. ارادتمند شما.